بسم الله الرحمن الرحیم. اولو تانری نادیله. انصاف علی هدایت هستم و برنامه 173 مهندسی جهل رو با تورق یک کتاب چند صد ساله ترکی قدیمی تخصصی دستنوشته خطی آغاز میکنم. امیدوارم که بتوانیم با آشنایی با تمدن فکری، تمدن مکتوب، تمدن احساسی و عقلانی خودمون از چنبره و زندان دونیم قرن با ضخامت دونیم قرنی غرب رها بشیم و دوباره بتونیم برگردیم و دوباره با اتحاد تمامی ترک ها بتونیم قدرت جهانی بشیم. برای این منظور خواندن کتاب‌های جدیدی که در کشورهای ترک زبان نوشته میشه کافی نیست. برای اینکه مغز متفکران و استادان دانشگاه و محققانی که در اینجا هستند، اینها چه بخواهیم چه نخواهیم متاسفانه با آموزش‌های 2 قرن اخیر غربی ها پر شده و تمامی استناد ما در خواندن و درک کتاب ها برمیگرده به اونها که اونها چی گفته باشن. ما برای اینکه بتونیم حقایق رو بفهمیم، همونطور که بارها عرض کردم، ما وقتی هر مسئله ای رو در هر زمینه از رشته های علمی تخصصی داریم بررسی میکنیم در مدارس و دانشگاه ها، میریم ریشه های تاریخی اینها رو در میان غربی ها جستجو میکنیم، انگار که خود ما هیچ گذشته ای نداریم و آنچه به دست بشریت تا به امروز رسیده همه محصول غربی ها هستش و این باعث میشه که ما اعتماد به نفس ملی به خودمون رو، به جوامع شرقی رو از دست بدیم و بگیم خب ما چیزی که نداریم. نمونه این یکی از دوستان بسیار باسواد من هستش که با هم بحث میکردیم و ایشون میگفتش که ما چیزی در گذشته نداشتیم، یا به نقل از یک استادی در ترکیه میگفت که ما چیزی در گذشته نداشتیم که، یا اگرم داشته باشیم امروز به درد ما نمیخوره. اولا این که ما چیزی در گذشته نداشتیم یه سواله، آیا چیزی در گذشته نداشتیم؟ این سوال رو باید بپرسیم، قضاوت نکنیم. وقتی میگیم چیزی در گذشته نداشتیم یعنی که خودمون رو راحت میکنیم بریم گذشته رو بگردیم ببینیم که چه چیزی داشتیم یا نداشتیم. ولی وقتی میگیم آیا، یعنی که خودمون رو در مقابل یک سوال قرار میدیم که باید بریم بررسی بکنیم، تحقیق بکنیم، ببینیم که آیا در گذشته چیزی داشتیم. حالا سوال بعدی این میشه اگر داشتیم و نداشتیم، حالا به نتیجه رسیدیم که داشتیم، چرا امروزه نمیدونیم؟ برای اینکه همین استادان دانشگاه، همین ملاها، اینها همشون محصول این 1 قرن و نیم 2 قرن اخیر هستن و در این 1 و نیم، چرا میگم 2 قرن اخیر یا 2 و نیم قرن اخیر؟ برای اینکه از هندوستان تا به امروز رو، از مراحل اولیه اشغال هندوستان تا به امروز رو دارم میگم که چجوری تونستن برای ما یه تاریخ منفی بنویسن که خودمون از خودمون متنفر، از انسان شرقی متنفر بشیم و ما رو به یه جایی رسیدن که از همدیگه، حتی اعضای خانواده از همدیگه فرار میکنن. حالا اعضای اجتماع که هیچی، ولی اگر بخوایم با آشنا بشیم با گذشته خودمون که حالا چه چیزی به ما میده، چرا به غربی ها رو به ما، برای اینکه وقتی در کتاب ها و دانشگاه ها و مدارس، منبرها و مجالس و محققان و کتاب ها و اینها ریشه همه چیز غربی هست، تمامی تفکرها و مصنوعات بشری ساخت دست بشر غربی هست، ما خواهی نخواهی خودمون رو حقیر میبینیم
هیچ احساس ملی، هیچ اعتماد به نفس ملی، هیچ آگاهی ملی، هیچ اینکه ما هم میتوانیم به عنوان یک ملت نداریم، نمیتونیم داشته باشیم. چون که دائما خودمون رو در این کتاب ها، در این سخنرانی ها، در این مدارس و دانشگاه ها، در این رشته های تحصیلی که میخونیم و بعد درآمد باهاش ایجاد میکنیم، دائما خودمون رو تحقیر میکنیم و ما هی به کتاب کسایی که در این 250 سال گذشته نوشته اند از روی غربی ها برای ما، هی به اونها استناد میکنیم، جسارت نمیکنیم و یا اجازه نمیدن و یا ما رو تحریک نمیکنن بریم کتابای قبلی رو ببینیم. من کاری که در اینجا دارم میکنم اینه که یه جسارت به خرج میدم، با اینکه توانایی خواندن زبان ترکی رو ندارم، آموزش ندیدم و زبانم قدغن بوده و با مجازات ملی روبرو بودیم در ایران، جایی که ایران نامیده میشه و جایی که امروزه آسیا و اروپا و آفریقا نامیده میشه، در این سه قاره‌ای که ما حاکم بلا منازع 1000 سال گذشته بوده ایم، زبان ما در این وطن ما و بعد مغز ما و زبان ما تحت اشغال نیروهای جدید سیاسی و نظامی بود و هست. برای اینکه از این وضعیت اشغال شدگی مغزی و زبانی، در اصل زبانی، اشغال شدگی زبانی بیرون بیایم، از اشغال شدگی مغزی بیرون بیایم و از اشغال شدگی مغزی بیایم، آزادی می‌رون میگیریم. حالا من از دیشب دارم این سوال رو با خودم مطرح میکنم: آزادی چیست؟ آزادی چیست؟ آزادی واقعی چیست واقعا؟ آیا آزادی، مثلا نگاه کنید، من تورنتو زندگی میکنم، آزادی من در تورنتو هستش. یعنی چی؟ یعنی میتونم با اراده خودم خونه بمونم، کتاب بخونم، تلویزیون تماشا بکنم، دراز بکشم، با یکی صحبت بکنم، صحبت نکنم، بخوابم، بیدار باشم، شب باشه، روز باشه، به اراده خودم. یا اینکه پاشم برم بی خیابون گردش بکنم، خرید بکنم، نمیدونم برم سر کار، نرم سر کار. این آزادی منه. اما این آزادی، همه این آزادی محدوده. من حق دارم تو خونه، حق ندارم تو خونه مزاحم کسی که در خونه زندگی میکنه باشم. حق ندارم مزاحم همسایه باشم. حق ندارم تو خیابون هر جوری که دلم میخواد راه برم یا حرف بزنم یا فریاد بکشم یا آشغال بریزم یا ترافیک ایجاد بکنم یا وسط خیابون دراز بکشم یا ماشینم مثلا هر جوری که دلش میخواد برونم یا هر مغازه مثلا هر چیزی رو که پولم هم نمیرسه برم. نه، آزادی های من محدوده به امکانات من و امکاناتی جامعه، ارتباطات بین من و جامعه. در حقیقت در یک نوع زندانی که یه مقدار وسیع تر از زندان دولتیه دارم زندگی میکنم. خب من 2 سال در زندان بودم، 45 روز در سلول انفرادی بودم، 44 روزشم اعتصاب غذا کردم. خب من این شرایط رو میدونم. چه فرقی بین زندان تبریز با زندان این شهر داره؟ چه فرقی میکنه؟ منم اینجا با محدودیت‌های روبرو هستم، اونجا هم با محدودیت‌های روبرو هستم. به نظر من زندان، آزادی این نیستش که از زندان نمیتونی بیای بیرون. داخل زندان هم یه آزادی‌هایی که در خونه و اینها داری، میتونی بعضی وقتا بری بیرون و اینها با یه محدودیت‌های بیشتری البته. ولی آزادی اصلی، من فکر میکنم، من دارم به این نتیجه میرسم هر چقدر این کتاب‌ها رو میخونم، به این نتیجه میرسم آزادی واقعی آزادی فکره، آزادی اندیشه است. شما در فکرتون هستی که میتونید مطلق آزاد باشید، هیچ سرحدی، هیچ مرزی شما رو محدود نکنه. شما میتونید با هر انسانی رابطه برقرار بکنید، هر نوع رابطه‌ای که دلتون بخواد تو ذهنتون میتونید برقرار بکنید. میتونید تمامی مرزهای سیاسی، دینی، ایدئولوژیک، جغرافیایی، فرازمینی حتی بشکافید، تو مغزتون برید. آزادی واقعی تو ذهنه. اگر شما در ذهنتون آزادی واقعی نداشته باشید که ما نداریم،
ما در زندان مهندسان جهل هستیم، یعنی هر چیزی رو که به ما میخوان بدن اونو میدن. حالا ما دنیا رو از کجا میبینیم دوستان؟ ما دنیا رو از 5 احساس جسمی خودمون حس میکنیم، جهان خارج از خودمون رو البته. با چشممون میبینیم، با گوشامون میشنویم، با دماغمون بو میکشیم، با زبانمون، با کل این دهانمون مزهش و سردیش و گرمیش رو تست میکنیم، با دستمون از بالا تا پایین، با این پوستمون سرما رو، گرما رو، زبری و سختی و تیزی و اینجور چیزا رو تجربه میکنیم. دیگه چی هست؟ فکر میکنم همینا باشه، یادم نیست که چند تا رو گفتم. حالا مجموعه اینها رو ما از کجا میگیریم؟ از چیز، از بیرون. ولی آزادی ما محدود به اینها نیست. ما در ذهنمون، حالا اینها رو از کجا میگیریم؟ اینها بخش مهم میشو گوشهای ما چیزهایی رو میشنوه که رادیو تلویزیون به ما میگن، اخبار به ما میگه، سینما میگه، موسیقی میگه، تئاتر میگه، نمیدونم کنفرانس ها میگه، سمینارها میگه، فلاسفه میگن، ملا در منبر میگه، نوحه خان میگه، پدر و مادر حرف میزنه. اینها برادران و دوستان و همسایه ها و خیابان و تاکسی و اتوبوس و مجموعه اینها دیگه، مجموعه اون مراودات ما، دیداری، شنیداری، حالا چشایی رو بذاریم کنار، حتی چشایی، همه اینها تحت تاثیر این 250 سال گذشته که ما شکست خوردیم. اونا یه چیزایی نوشتن، ما هی داریم اونو تکرار میکنیم، تحت اونها هستن. ما این زندان رو بر اساس زبان، حالا زبان رو اینجا یه مقدار بیشتر بگیریم دیگه، بگیم سینما هم زبان هست با اینکه تصویرم هست، بگیم که تئاتر هم زبانه با اینکه تصویر هم هست، بگیم که کتاب زبانه با اینکه تصویر هست. ما از اینجا میگیریم. این زندان رو اینها برای ما ساختن. ما اگه بخوایم از زندان آزادی رو حس بکنیم، باید این آزادی که از طریق کتاب ها، روزنامه ها، مجله ها، ماهنامه ها، نمیدونم مطبوعات تخصصی، دانشگاه ها، مدارس، معلم ها، اساتید دانشگاهی، آیت الله ها، رؤسای جمهور، نمایندگان، مدیران، ادارات، محل کار، اینا همه اینها رو باید بریزیم کنار، چون زندان اصلی اونه. زندان اصلی زندان زبان که تشکیل دهنده زندان فکره و زندان فکر تشکیل دهنده تسلیمیت به زندان اون بیرونی هستش. ما جهان رو از کجا میبینیم؟ چرا میگیم مثلا مسلمان ها تروریستن؟ برای اینکه از کجا گرفتیم این رو؟ برای اینکه اینو رادیو تلویزیون و اون غربی که منافعش در میان مسلمان ها در خطر و اینها رو با بمب میکشه، اما اونها با یه مسلسل و با یه نارنجک و با یه کوکتل مولوتوف باهاش مبارزه میکنن. اون اسرائیل مثلا در غزه 68,000 نفر کشته، مجموع کشته های عرب ها، فلسطینی ها 1600 نفر هم نیست. یعنی مقایسه بکنید. حالا اینها تروریستن، 1600 نفر، اونهایی که 1600 نفر کشتن تروریستن، اونهایی که 66,000 نفر 68,000 نفر کشتن تروریست نیستن. چرا اینجوری میفهمیم؟ شهر اینها کاملا با خاک یکسان شده. بیش از 2.5 میلیون نفر از خانهشون آواره شدن. این رو در عراق هم ببینید، این رو در سوریه هم ببینید، این رو در لیبی هم ببینید، این رو در افغانستان هم ببینید، این رو در ایران هم خواهید دید. مقایسه بکنید که چه خسارتی به غرب وارد شده. ولی ما دنیا رو از چشم غرب میبینیم، در نتیجه مسلمان ها رو محکوم میکنیم که از خودشون چرا دفاع میکنن. ما ترک ها رو در ایران محکوم میکنیم، چرا از خودشون دفاع میکنن؟ چرا میگن زبان ترکی زبان رسمی باید بشه؟ چرا میگن باید ما حقوق ملی داشته باشیم؟ چرا میگن ما دولت ملی باید داشته باشیم؟ چرا؟ چون از فکر اشغال، منافع اشغالگری دفاع میکنن.
و ما راهی نداریم جز رهایی از این زندان. رهایی از این زندان این نیست که بریم کتاب‌هایی که در این 250 سال گذشته 10 نفر 20 نفر غربی و شرقی، روسی و آمریکایی و نمیدونم انگلیسی و فرانسوی و آلمانی و نمیدونم حالا ممکنه ایتالیایی و اسپانیایی و یه جای دیگه هم نوشته باشن، کلش رو جمع بکنید 100 نفر نمیشه که به شرقی ها تاریخ نوشتن، زبان نوشتن، فلسفه نوشتن، سیاست نوشتن. و ما که محصول اشغال اونها هستیم، یعنی رفتیم تو دانشگاهایی که اونها به ما درس دادن یا در خارج یا در داخل رفتیم. اینجوری بگم دانشجو میشینه مطلق تسلیم اون هستش، اصلا فکر نمیکنه این ممکنه این استاد دروغ بگه. این استاد رفتار غیر اجتماعی غیر عقلانی داشته باشه، به دانشجوهاش فکر فلان بکنه، نجات پرست باشه، یا اصلا ندونه، اصلا سوالها رو نپرسه، سوالهای درست رو نپرسه، شما رو هی کانالیزه بکنه در یه مسیر دیگری. واقعیت اینه که ما اینها رو به خودمون، من تقریبا نه که من تنها، ولی فکر کنم هزاران نفر، میلیون ها نفر مثل من که دانشگاه ها رفتیم فکر کردیم که ابتدایی مثلا این معلم بهتر از مادر و پدر من، پدر بزرگ من میفهمه، برای همین بیشتر تسلیم اون بودیم. بعد که دبیرستان رفتیم دوباره همین مسئله بود، بعد که رفتیم دانشگاه دوباره همین مسئله بود. حالا این کتاب ها بهتر از پدر و مادر من میفهمن. این کتاب هرچی تو کتابه درست تر از اون چیزی که پدر و مادر من میگن. پدر بزرگ من، عموی من، دایی من، خاله من، نسل من میگه اینها غلطه. یه ترک اگر یه کتاب نوشته باشه این حتما پانترکه، اما اگر فارسا نوشته باشن، به زبان فارسی هم نوشته باشن، از منابع و منافع فارسا دفاع کرده باشن، اون حتما پان ایران پان نیست، اون ترکا پانن. اگر حالا یک غربی نوشته باشه که ما رو محکوم کرده باشه و خودشون رو بالا برده باشه به مستقیم و غیر مستقیم، اون پان نیست. اما ما پانیم اگر بخوایم از خودمون، حالا پان مسلمان هستیم، پان ترک هستیم و این حرفا. به یه چنین بیماری مبتلا شدیم. اینها رو از کجا دیدیم؟ از پنجره چشم و زبان و گوش. ما همه اینها رو از این ستا دیدیم. و اون دست کیه؟ دست این اشغالگر غربی هستش، قدرت غربی که مغز ما رو اشغال کرده. و مغز ما، منظورم زبان ما رو اشغال کرده، که زبان به مغز خوراک میده. یعنی زبان، مغز که چیزی نداره، مثل کاغذ سفیدی که باید با زبان روش نوشت. با زبان روی این مغز سفید می نویسیم، نقاشی میکشیم، فیلم میذاریم، خاطره درست میکنیم، احساس میذاریم، بو میذاریم، صدا میذاریم. همه این چیزهایی که تو مغزمون هست حاصل زبانه. یعنی اگر زبان نبود مغزی هم مفهوم زیادی نداشت جز بینایی که معمولا فراموش میکنیم. ما روزانه بیلیون ها تصویر و فیلم و ویدیو میبینیم تو جامعه، چشممون میبینه. ما آخرش هم ممکنه هیچ کدوم اینها رو به ذهن نداشته باشیم و عقل ملاها و سمینارها و نمیدونم کارهای داستانی و خیالی و نمیدونم این تأثیرات بریم بیرون. باید برگردیم کتاب‌های خودمون رو بخونیم که قدیمیان، هنوز دست غربی ها، دست اون اشغالگر غربی نرسیده که اینها رو تحریف بکنه. به اندازه کافی اونقدر کتاب ریخته سر ما که ما دیگه اصلا فرصت نمی کنیم برگردیم کتاب‌های سخت بخونیم. که در نتیجه خودمون هم نمیشناسیم، ما تو زندان هستیم. من فکر می‌کنم آزادی واقعی، تنها آزادی واقعی که میشه، حالا در فلسفه و منطق میگن که چیز دو نوعه دیگه، وجود دو نوعه، یک وجود بیرون از ما هست، یک وجود در ذهن ما هست که من عرض کردم این ذهن ما هم محصول زبانه. این مغز ما هم، دانش ما هم، آگاهی های ما هم همش محصول زبان هستش. حالا نگیم همش 90%، 85%، 80%، مهم نیست.
50%ش، بقیهش مثلا بوی چشایی و نمیدونم سردی و گرمی پوست و اینا هم تاثیر داره. ولی خب حالا باید چیکار بکنیم؟ ما باید این زندان رو بشکافیم، بریم خودمون رو تو مغزمون و زبانمون، اول باید این زبان رو از زندان آزاد بکنیم تا مغزمون از زندان آزاد بشه. وقتی مغزمون از زندان آزاد شد، آزاد شدن خاک ما، آزاد شدن استعدادهای ما حتمی خواهد بود، حتمی خواهد بود. خب برای این منظور ما کتاب‌هایی رو معرفی کردیم. یکی از دوستان این کتاب رو دید، این آخرین کتاب رو براش اصلا فرستادم ویدیوش، گفتم اینو ببین. تو که میگی من در ترکیه درس خوندم، استاد ما گفتش که ما چیزی نداریم، ببین که اون استاد اصلا نتونست از خودش بپرسه آقا ما چیزی نداشتیم؟ امپراتور حداقل دیگه به ما نگفتن امپراتوری ندارید، گفتن که اینا صحرانوردن، اینا وحشی بودن، نمیدونم دانشمندان فارسی، وزرای عقلای فارسی اینجا بودن و اینا، ولی حداقل دیگه نتونسته این کار بکنه که آقا 1000 سال گذشته ترک‌ها در آسیا و آفریقا و اروپا قدرت برتر جهانی که الان آمریکا داره، در آینده چین خواهد داشت، مثل این نبوده. 100 سال گذشته هم چیز بوده. در این حال که این غربی ها مثلا انگلستان حد اکثر 200 سال تونست امپراتوریشو حفظ بکنه، ولی ما تونستیم 1000 سال حفظ بکنیم. یک کتاب رو حد اکثر در یک جلسه میخونم. این کتاب که مربوط به جراحی و بیماری ها بود رو بذار ببینم اینجا هست. بله این کتاب رو دارم میگم که حالا نقاشیشو دوباره اینجا یه چند تاشو نشون بدم. اینجا مثلا این کتاب رو ما در 2 جلسه معرفی کردیم با این حدود 300 نقاشی که در اینجا وجود داره، و این کتاب از نظر جامعه شناسی هم برای ما، جامعه شناسی اقشار مختلف و در 570 و چند سال پیش هم برای ما بسیار بسیار حائز اهمیته. اما امروز این کتابی که میخوایم معرفی بکنیم، حالا تا الان ببین چند دقیقه، 23 دقیقه و 10 ثانیه فعلا وقتمون رفته برای این آزادی و اینها. این کتاب اسمش هستش رب اشره. حالا این حضرت فضولی یه بیسوادی تو تلویزیون ایران، یعنی ایرانی ها متاسفانه استاد دانشگاهش هم بیسواده متاسفانه. ولی بذاریم که 1-2 نفرشون رو استثناء بکنیم، یه تعداد بسیار اندکی رو ازشون استثناء بکنیم، اکثریت اساتید دانشگاهی هم بیسواد هستن. یکی از بیسوادی، دلیل بیسوادی اینه که اصلا از خودشون نپرسن آقا من شستشوی مغزی میشم یا نه؟ آیا من میتونم سوالهای اساسی رو بپرسم و برم دنبالش؟ اصلا سوالهای اساسی رو میپرسه. آیا ما در اشغال هستیم؟ آیا مغز ما اشغال شده هست؟ آزادی واقعی چیست؟ آزادی واقعی رو در کجا و چگونه میشه به دست آورد؟ حالا برگردیم به کتاب. اینجا یه نفری تو تلویزیون ایران داره در مورد اشعار فضولی صحبت میکنه، میگه که آقا فضولی اسمشو گذاشته فضول، نمیده، حتی کلمات عربی رو هم درست نمیفهم که فضولی از کلمه فضل ساخته شده. فضل به معنی بزرگی، برتری هستش. فضولی یعنی کسی که برتری داره، بزرگه، فضل داره، فضل. ایشون فکر کرده فضولی از کلمه خب و میاد در تلویزیون چرند پرندیاتی میگه. حالا انسان‌های بسیار جوان ما که دارن به خودشون برمیگردن، رفتن بررسی کردن، گفتن آقا صائب کی به دنیا اومده؟ صائب تبریزی. من الان اینجا دوباره گوگل رو باز کردم، بذارید ببینیم صائب تبریزی. ببخشید من باید اینو تبدیلش بکنم به ترک عربی. صائب تبریزی. صائب با ساته ظاهرا، من با سین نوشتم. صائب تبریزی. آقا اینجا این از اینم ملا محمد فضولی بنویسیم کافیه. فضولی بنویسیم کافیه.
اینم فضولی. من حالا این دوتا رو کنار هم قرار میدم دوستان که بتونیم اینها رو با هم مقایسه بکنیم. چی شد؟ خب این محمد فضولی هست، اینم صاحب تبریزی، زاده 1000 هجری قمری است. یعنی میرزا محمد علی صاحب تبریزی، اصفهانیش هم اینجا گذاشته چون در اصفهان زاده شده یا اونجا بزرگ شده، زاده 1000 هجری قمری، 500 سال پیش، 447 سال پیش ایشون زاده شده. در گذشته 1087 سالم عمر کرده. بزرگترین غزلسرای سده 11 هجری. ملا محمد فضولی که متولد شده، بذارید ببینیم اینو عربیشو میتونیم پیدا بکنیم. محمد 1483 1556، یعنی به میلادی اینو نوشته. یعنی ایشون الان 2025، 25 از اینجا 600 بگیم که 517 سالم از اونجا، حدوداً 550 سال قبل ایشون، 447 سال قبلم ایشون. چه کسی میتونه از اون یکی دزدی بکنه؟ اینقدر آدم‌های بی سواد در ایران وجود دارن که به عنوان منابع اطلاعاتی برای انسان‌ها دروغ میپاشن و شستشوی مغزی میکنن و دروغ، یعنی اینها دروغ‌هایی هستن که به ما حالا این کتاب‌ها، این ویکی‌پدیا پر از اینجور دروغ هاست. یعنی من حالا نمیخوام خیلی روی اینها چیز بکنیم. این احتمالاً مربوط به فضولی باشه که گفته کتاب در 989 هجری قمری نوشته شده. الان 1447 هستش، ازش کم بکنیم 989 رو. این کتاب 458 سال پیش نوشته شده که احتمالاً در اون مقطع هنوز این چیز متولد نشده بوده، صائب. خب اینجا اومده، حالا این از این، پس حالا متوجه میشیم این کتاب در چه سالی؟ 458 سال پیش میگه که نوشته شده در 534 صفحه. این کتاب رو ببخشید اول باید کوچیک بکنیم، ظاهرش رو ببینیم. این ظاهر کتاب هست، آسیب بسیار دیده، رنگ زرد رو در همه جا میبینیم. این پوسیدگی در حاشیه کتاب، رنگ کتاب رو میبینیم. این به نظر میاد که دستخط اولیه هست. البته اینو یک کسی دیگری نوشته به نظر میاد، چون که از اینجا به بعد کتاب شروع میشه. اینو بعدها نوشتن. این اصل کتاب نیست احتمالاً، ولی شعرهاش ممکنه که از خود فضولی باشه یا نباشه. اینجا بو حقیر فقیر پرتفسیر از سید الحاج عبدالقادر معروف به امیر خواجه کمانکش الاسکداری بو کتاب مستدام. خب این انسان شریف رو الله رحمتش بکنه باهاش آشنا هستیم، تا الان میدونیم که تعداد بسیار زیادی کتاب رو خریده یا داده نوشتن، یعنی کپی کرده در اصل داده، یکی از روی کتاب براش نوشتن. اینها رو هم وقف کرده به کتابخانه‌ای در مسجد که در اسکدار استانبول، یه محلی هستش در اسکدار که خودش یه شهری بوده برای خودش. در اونجا یه مسجدی بوده که به اسمش هم بوده والده عتیق جامع. والده عتیق جامع. حالا یکی از مادران یکی از شاههای سلطانهای عثمانی این رو ساخته بوده که این کتابخونه رو، این کتابا رو به اونجا هدیه کرده. کتاب در اصل احتمالاً از اینجا، حتی از اینجا هم شروع نمیشه. اینجا با تاریخ 994 مواجهیم. حالا من برمیگردم، کتاب از اینجا شروع میشه. در اصل کتاب از اینجا شروع میشه تا اینجا دیگران یه چیزهایی نوشتن. اینجا با مهر اون آدمی که کتاب رو وقف کرده مواجه هستیم. با بسم الله شروع میشه کتاب، با خطی نوشته شده که من میتونم این کتاب رو، به نظر من زیبا هست، برای اینکه زیبایی، بارها عرض کردم، به نظر من زیبایی وقتی مفهوم داره که من بهش بتونم باهاش ارتباط زبانی، مفهومی
عقلانی، احساسی، عاطفی، اخلاقی برقرار بکنم، فکری حتی اینها رو برقرار بکنم. وگرنه اگر من نتوانم اون کتاب رو باهاش ارتباط برقرار بکنم، به نظر من اون یا هر چیزی، اون هنر، اون چیز ارزشی برای من، به نظر من ارزشی برای من نداره. دیگرانی که اگه بتونم باهاش ارتباط برقرار بکنم اون یه چیزی دیگریه، ولی من این ارزش رو اینجوری می‌بینم. حالا اینجا می‌بینیم با بخشی از کلمات رو با رنگ قرمز نوشته، از نوعی نقطه استفاده کرده، از علائمی که در خط در کتابی که معرفی کردیم در مورد الفبای مغولی، از اون الفبا هم بر روی بعضی از کلمات میبینم که استفاده کرده. مثلا اینجا حضرت رو با اون مشخص کرده، از سه ویرگولی که روی هم مثل یک گل باشن استفاده کرده، از نقطه ها استفاده کرده. در نتیجه بعضی از کلمات مهم رو به این شکل مجزا کرده از متن سیاه. کتاب روی هم رفته، به هر حال حدود 450 سال عمر داره این کتاب. با این حال نسبت به عمرش خوب نگهداری شده، ظاهرا هم ازش خیلی استفاده شده، برای اینکه ما آثار دست رو میبینیم در همه جای کتاب، آثار دستخوردگی رو، دستمالی رو میبینیم. حاشیه کتاب هم کادر، تمامی مطالب در اینجا که میبینیم داخل کادر قرار داره و ما این کادر رو میبینیم. خب دوستان، کتاب ها همشون مربوط به چیز نیستن، بسیاری از این کتاب ها فکرن. این فکر بومی ماست، فکر ملی ماست که در این کتاب خودشون نشون میده. یعنی کتاب ها قرار نیستش که حتما همه کتاب ها جراحی رو نشون بدن، ابزارهای ساخت ما رو نشون بدن، ستارگان رو نشون بدن، نمیدونم ریاضیات رو نشون بدن که ما کتاب‌های بسیار زیادی در مورد ریاضیات اینجا معرفی کردیم، هندسه رو نشون بدن که اینها رو هم معرفی کردیم، زمین شناسی رو نشون بدن که معرفی کردیم. نه، بعضی از کتاب‌ها فقط برمیگرده به ایمان اجتماعی، ایمان ملی، اعتقاد ملی، شناختهای ملی، فلسفه ملی، که اینها مهمتر، پایه اون ابزارها، ساخت ابزارهاست. اگر شما فلسفه ملی نداشته باشید تولید کننده نیستید، مصرف کننده میشید. اگر مصرف کننده باشید دیگه مصرف کننده هستید. برای اینکه برسید به تولید کنندگی باید فکر تولید بکنید، فلسفه تولید بکنید، ادبیات تولید بکنید، زبانتون تولید کننده باشه. اگر زبان شما زبان تولید کننده نیست، زبان مصرف کننده هست، دارید میمیرید. شما چاره ای ندارید، چون واژه ها رو از خارج میگیرید، مجبوری که تکنولوژی رو از خارج بگیرید. دیگه ذهن شما به مرحله خلاقیت نرسیده، از مرحله خلاقیت هر روز دارید دور میشید، به مرحله چیز رسیده، مونتاژ. شما تو مرحله مونتاژ هستید، باید از خارج برای شما خوراک بیاد. از وقتی که رضا شاه اومد، رضا شاه رو شاه کردن در ایران، از اون تاریخ به بعد یه جنگ اقتصادی رخ داد در ایران. اومدن کشاورزی ما رو، دامداری ما رو، تمام حداقل ما در داخل از این جهت، این مللی که در ایران امروزی زندگی میکنن از این جهت روی پای خودشون میستادن. حالا از روی پایمون رفتیم روی پای غربی ها و چیزهایی برای ما آوردن که خودمون داشتیم. گوشت آوردن، روغن آوردن، لباس آوردن، بعد لباس ها رو عوض کردن. ما لباس های سنتی و تاریخی خودمون که تولیدات زنان و مردان این جامعه بود، اینها رو از دست دادیم، رفتیم مصرف کننده شدیم. مدارس و مکتب‌های قدیمی ما حتی با اون ایرادهایی که داره، که خیلی هم ایراد داشته، اونها رو از دست دادیم، رفتیم از بیرون آوردیم. کتاب‌هایی که خودمون می‌نوشتیم اینها رو از دست دادیم، رفتیم از بیرون آوردیم. صنایعی که خودمون داشتیم همش از بین رفت، رفتیم از بیرون آوردیم. خب حالا چی؟ ما از هر جهت وابسته به بیرون هستیم. ما دیگه حتی نمی‌تونیم یه سوزن تولید بکنیم. در حالی قبلا همه چیز رو خودمون تولید می‌کردیم.
همه چیز رو قبلا نیازهای اجتماعی خودمون تولید میکردیم، ولی الان به مصرف کننده، یعنی به مونتاژ تبدیل شدیم. مونتاژ، در همه چیز به مونتاژ تبدیل شدیم. این کتاب ها، بسیاری از این کتاب ها ممکنه دوستان ما با متن کتاب یا اون فکری که در اون کتابه خیلی رابطه برقرار نکنیم و بگیم آقا این غلطه. من هم دارم وقتی دارم بعضی از کتاب رو میگم آقا من با این مخالفم. اما مهم اینه که این فکر بومی هست و ما میدونیم علم محصول اشتباهات و غلطهای عمدی و غیر عمدی هستش که وارد به عنوان علم به خورد ما دادن و اینها هی بازسازی شده. علم عبارت است از اشتباهاتی که هی بازسازی میشه با اشتباه جدید، با غلطهای جدید، با نادرستیهای جدید. ما نمیدونیم اون چیزایی که الان فکر میکنیم درسته ممکنه 50 سال دیگه هممون بخندیم که پدران ما یا خود ما چقدر در گذشته فکر کردیم که فلان چیز درسته، الان چقدر خرافاتی بودیم. ولی مهم اینه که این فکر بومی هست، فکر ملی هستش. یعنی شما رو به تولید کنندگی، به ایجاد خودمونش بکنیم، اینو جدیدترش بکنیم، نه اینکه بریم از خارج بیاریم و اصلا با ما نمیسازه. صنایع فرانسوی، اتومبیل فرانسوی یا آلمانی یا آمریکایی یا کانادایی هیچ جایی با ما نمیسازه. آقا ما شرایط اجتماعیمون، جغرافیاییمون، فکریمون، احساسیمون، دینیمون متفاوته با اون جامعه. اصلا نوع برداشت ما از جهان به خاطر زبان متفاوته، همه چیز ما متفاوته. شما از اونجا میارید اینجا اصلا فرهنگش نمیخوره، با این نمیره. سوار ماشین میشیم ولی مثلا در کانادای 35 میلیونی 40 میلیونی در سال 1600 نفر در کل تصادف میمیره در حد اکثر. آمریکای 350 میلیونی همه هم تفنگ میتونن برن از والمارت و فروشگاه‌های مختلف بخرن، جسه بخره ببره خونش انبار بکنه. با اینجا مثلا در سال چند نفر همدیگه رو میزنن میکشن. در ایرانی که وجود نداره چند نفر همدیگه رو میزنن میکشن با ماشین. اینجا 350 میلیون آمریکایی یا 40 میلیون کانادایی چند نفر در تصادفات جاده‌ای میمیرن، اونجا چقدر میمیرن، چقدر در اینجا. یعنی متفاوته. خب بریم یه مقدار. این کتاب در 534 صفحه نوشته شده که در 267 صفحه پی دی اف نشون داده میشه، با کادر قرمز اینها رو نگه داشته. من با سرعت بیشتری میرم که ببینیم. بعضی از صفحه ها دارای هست، حاشیه نویسی هستش. در 3 طرف کتاب یا 2 طرف کتاب بگیم جا برای اینکه حاشیه نویسی بکنن گذاشته شده. خط خیلی یک دست به همین شکل ادامه داره. من حالا تلاش میکنم که دیگه خیلی صحبت کردم، برای این منظور برم صفحه 100 رو نشون بدم. الان تو صفحه 100 هستیم. یه چند صفحه رو اینجاها میگم. این کتاب خیلی خونده شده، ظاهرا همه جای این کتاب آثار دست رو میبینیم دیگه. خب هیچ کس وقت کتاب، حتی منم کتاب میخرم دیگه، وقتی کتاب رو میخونم یه چیزی هم کنارش دارم میخورم، هی دهنم میذارم، اینو ممکنه که به شلوارم بمارم این دستم رو، ولی دیگه دستکش نمیپوشم که دستم این کتاب رو ورق بزنم. که صاحب کتاب فکر میکنه که خب همه ممکنه داشته باشن یا نداشته باشن، دستشو میزنه و خب آلوده میشه. و بعضی وقتا میبینی آب ریخت، بچه است بازی کرد، نمیدونم زن عصبانی شد، شوهر عصبانی شد، پدر عصبانی شد. بالاخره متاسفانه کتاب ها خیلی اینجوری آسیب میبینن. اینجا نگاه کنید مثلا به نظرم میاد که روغن ریخته اینجا، یعنی یه کسی اینگار که مثلا یه چیز چربی میخورده، کتاب رو هم میخونده، حالا از دستش افتاده. اینجا مثلا احتمالاً قلم چکیده، جوهر قلم چکیده. هجرت امام حسین از مدینه به مکه، اینجا حتما یه متنی هستش در این رابطه که اومده اینجا حاشیه نوشته. اینجا میبینیم این کتاب پاره شده. نگاه کنید پاره شدن این صفحه رو میبینیم. احتمال میدم مثلا بچه مثلا کشیده اینو پاره کرده مثلا، نمیدونم. حالا اینا یه فرضه دیگه، داستانه، خیالیه که من میسازم، نه اینکه در واقعیت ممکنه این اتفاق افتاده باشه یا نیفتاده باشه.
من حالا بریم صفحه 200 کتاب رو یه ورقی بزنیم، اینم صفحه 200 به بعد یه چند صفحه رو این همون خط ادامه داره پیدا میکنه. یه نفر با یه خط نوشته باز از رنگ قرمز و خط. حالا اینجاها برعکس اون اولیه که خط روی کلمات نمیکشید و بیشتر با رنگ قرمز مینوشت، اینجا دیگه با رنگ قرمز نمی‌نویسه، برعکسش از رنگ قرمز بر بالای کلمات خط میکشه تا اونها رو مجزا بکنه که در اوایل کتاب این به شکل با رنگ قرمز مینوشت. البته اینجا مثلا اینجا در این صفحه میبینیم قطعه کلمه قطعه رو با یا نظم رو یا قطعه رو با رنگ قرمز نوشته، اما در بقیه موارد اکثر این کلمات رو، البته نام امام حسین رو، فصل رو، اینا رو هم میبینیم که با رنگ قرمز نوشتن. خب بریم آخر کتاب رو هم ببینیم و برگردیم کتاب رو بخونیم، چون نمیخوام این کتاب رو در 2 جلسه باهاش آشنا بشیم. آخر کتاب رو هم میبینیم دوباره. این اواخر کتاب رو اگر دقت بکنید، منم دارم از آخر میام به طرف اول که ببینیم این خطا هم خطاهای دیگری هستش که البته صداگذاری هم کرده، استانداردش کرده این هر کسی که اینجا رو، ولی اینا جدیدن، اینا جدید نوشته شده تا میرسیم به اینجا که کتاب در اینجا تموم شده. تاریخ زده. من الان اینجا تاریخ رو بخونم. اینجا مثنوی: هجوم محنت دوران ملولی، گرفتار غم عالم فضولی. دگل اور لهجه گفتار قادر، دگل اور لهجه گفتار قادر. کم اولا قابل شمع اکابر یا سمع اکابر، درسته این باید کم اولا قابل سمع اکابر. دیگر فلور جمعیت، دل لفظ دلکش مشوش سویلمز. احتمالا این شعره هنوز. قلور جمعیت دل لفظ دلکش مشوش سویلمز. ایلا مشوش کل ای حال تکلمدن خبردار. ترحم قل تعرض قل مزینهار. این شعره، اینها شعر بودن، من حالا همینجوری خوندم، باید ببینیم یه بار دیگه برگردم. مثنوی: هجوم محنت دوران ملولی، گرفتار غم عالم فضولی. دگل اول لهجه گفتار قادر، کم اولا قابل سمعی اکابر. دیگر یه شعر دیگه: قلور جمعیتی دل لفظ دلکش مشوش سویلمز. الا مشوش گل ای حال تکلمدن خبردار. یا احتمالاً اینو من تکلم میبینم. گل ای حال تکلمدن خبردار. ترحم قل تعرض قل مزینهار. تحت بالخیر و سعاده الگاری ها. اینجا دعا میکنه. تحت بالخیر و سعادتی الگاری ها و سمیعها، احتمال میدم، و کاتبها و حافظها تم فی تاریخ. حالا اینجا یه دعایی هم اینها رو کرد، کسی که کتاب رو میخونه، کسی که میشنوه، کسی که نوشته و کسی که حفظ کرده. تم فی تاریخ آتمش که نمیشه، این نمیدونم چرا اینجوری 60 نوشته، نمیشه این 60 که نمیشه. رجب مرجب سنه 89 و 900 9 80 80 و 989 800. پس من اینجا گفته، پس اون وقت من اشتباه میکنم. 9 میشه 9، 80 میشه 8، 9 میشه 800 900 989. بله درسته.
اون هم احتمال میدم 9 رجب باشه. حالا من اینو 60 خوندم، انگلیسی رو اینجوری می نویسن، این 9 در عربی و ترکی اینجوری نوشته میشه 9. این از این. در اینجا کتاب تمام میشه و البته اینجا یه دونه گفته قال النبیو کلو علیه السلام، قال النبی علیه السلام کلو الترفثوا ولا تأکلوا القرطس. این نمیدونم یعنی چی، خورده سقط طعام در میان دندان، نمیدونم حالا اینا چیه، اینو بعدا نوشتن احتمالاً، ولی با اون خط بالایی. کتاب رو تاریخش رو خوندیم، برگردیم اول کتاب و از اول شروع بکنیم ببینیم که چه چیزی رو ما میتونیم از این کتاب بگیریم برای خودمون. خب کتاب رو که اینجا یه چیزی گفته، چی گفته که علی ایچون، اینجا احتمالاً این نمیدونم اینها چی هستش، مثلا میلان محمود 90 یولون 1300 چی هستش، این هم 43. اصل کتاب روزت الشهدا، اصل کتاب این بوده، روزت الشهدا، مؤلفی حسین واعظ، ترجمه الکتاب حدیقة السعدا، مترجمی فضولی بغدادی. پس فضولی بغدادی این کتاب رو به ترکی ترجمه کرده. فضولی. تاریخ تحریر 989. اینها رو حالا یک کسی نوشته، جزو کتاب نیست. بریم اصل کتاب. اینجا غزل وصیتی. حالا اینم ازش بگذاریم که اینجا گفته تاریخ، بذارید اینو بچرخونیم ببینیم میتونیم این رو یه جوری ببینیم بخونیم. تاریخ گزا میرزا مخدوم، چون که دولت لعلو درگازی و چوار بی عدد اول تاریخ جمع اولو اهالی شهر، احتمالاً وای گازی بلور تاریخی. نه حالا اینجا احتمالاً بر اساس اینها دیگه یه چیزی نوشته که من نتونستم بخونم و بفهمم. خب بریم اصل کتاب رو اینجا بچرخونیم و اصل کتاب رو شروع بکنیم به خوندن. پس این کتاب اصلش عربی بوده. من فکر میکردم که فضولی شاعر هست، ولی الان میبینیم که یه کار ترجمه انجام داده، یعنی یه آدمی بوده که کار علمی انجام میداده. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خدایا الله من یه کاری بکن که این سینه من شرح بشه. رب اشرح لی صدری، سینه من رو، دانش من رو بزرگ بکن، تشریح بکن و کارهایم رو آسان بکن و این زبان من رو، سخن من رو، واحلل عقدة من لسانی، این گره زبان من رو، این ترکی رو برای من یه جوری بکن که مردم منو بفهمن. دعای خیلی خوبیه. من این تا الان نمیفهمیدم واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی یعنی چی. الان متوجه میشم که به من توانایی بده یه جوری صحبت بکنم که مردم بفهمن چی داره میگم. یا رب ره عشقده بنی شیداگل، یا رب ره عشقده بنی شیداگل، احکام عبادتون بنا اجراگل، نظاره سنünde gözüm binagıl, nizare sününde gözüm binagıl, اوصاف حبیبünde dilim گویاگل. حضرت ملک متعال مقتدر و منعم متنعم متکبر، عظم سلطانه و عز شأنه، کتاب واجب التکریم و کلام لازم تعظیمین، میدان محبت بلاکشلرین و بادیه ارادت متعتشلرین bu خطاب müstetabe serafraz etmiş.
ولی حالا این دیگه سخت شد. از کلمه نبی ساخته شده به معنی خبر. ولی نبلونکم، برای شما اخبار بکنم، به شما خبر برسونم. اینجوری یعنی ای شاه راه صداقت ده ثبات قدم دعواسن گلنler و گلنler و ای طریق وفاد لاف استقامت ürüp şeref امتیاز طالب olanlar. ürüp رسیدن، ürmek تافتن، hürmek ürmek تافتن، رسیدن. یه چیزی رو اگه بتونید بسازید، تولید بکنید، üretmek میکنید. üret، تولید کردن. امروزه در ترکیه تولید میشه üretmek. اگرچه صحایف اعتقاد gözünüze واضح‌dır و کیفیت رسوخ صلاح و فساد gözünüze احتمالا یا gözünüze layih ama sizde dahi ma'lum olmak için sizi imtihan ederiz. به شیء، bir şey نه، با یه چیزی شما رو امتحان میکنیم. bir nesne ile من الخوف. حالا اینجا اومده یه کاری کرده، اصل کتاب رو داره توضیح میکنه. احتمال میدم که این کلمات قرمزی که حالا بعدن روش خط میکشه دیگه، قرمزم نمی نویسه، اینها از اصل کتابه. این کلمه رو نوشته و داره افکار خودش رو در رابطه با اون کلمه میگه. کتاب اصلی رو نویسنده دیگری که گفتیم عربه نوشته، یا حالا عربم نبوده، احتمالا هر کسی بوده اون کتاب اصلی رو نوشته. خب میتونیم برگردیم دوباره اون کتاب اسمش رو ببینیم اگر لازم بود. حالا این اون کتاب رو خونده، این کتاب دیگه از آن نویسنده نیست، از آن نویسنده‌ایه که فضولی باشه، مولا محمد فضولی باشه. این هستش که در مورد اون کلماتی که اون نویسنده قبلی اصلی نوشته داره نظرات خودشو میگه، نه اینکه نظرات نویسنده رو میگه. اون نویسنده که نظراتشو نوشته، ولی این داره نظرات خودشو، درک خودشو، زبان خودش رو، میزان آگاهی خودش در رابطه با اون کلمه، در رابطه زبان خودش رو، اینو به روی کاغذ میاره. میزان تسلط لغوی خودش در زبان مادریش رو داره در مورد این کلمه توضیح میده که یعنی چی میخواد بگه. به شیء، این کلمه از اون کتاب گرفته. به شیء bir nesne ile، شیء عبارت در ترکی میشه نسنه. من الخوف، خوف عربیه، دوباره داره مال کتاب اصلیه که اول عبارت دور. حالا این خوف یعنی چی؟ اینو داره توضیح میده مولا محمد فضولی. منم این کتاب رو که دارم میخونم دیگه مال فضولی نیست، مال خودمه دیگه. من دارم این کتاب رو، درک من به اندازه که زبان من به من امکان میده، آگاهی من به زبان خودم امکان میده. و چون زبان من متاسفانه در ایران و در ترکیه و در کشورهای دیگه تحت یه اشغال هست، آگاهی و درک من تحت اشغاله. من بعضی وقتی کلمات رو به جای ترکی فارسی میخونم. چرا؟ برای اینکه زبانم تحت اشغاله. من الخوف که اول عبارت دور یا ترغیب عبادت için بیم عقوبت اخرویدن یا ظهور رتبه تسلیم و توکل için مصائب دنیویدن. داره میگه خوف رو داره اینجا خیلی زیبا برای خودش داره میگه. این فکر دوستان، چه ما باهاش موافق باشیم چه مخالف باشیم، این یه فکری رو داره میاره رو کاغذ. و فکرها وقتی با هم تصادم میکنن جامعه رشد میکنه. وقتی فکرها با هم مقابله بکنن، وقتی فکرها رو بفهمیم و ردش بکنیم، نقدش بکنیم، توضیحش بدیم که جامعه رشد میکنه. جوع چی هست؟ که اول عبارت دور. حالا گرسنگی رو ما چی میفهمیم امروزه؟ اون چی میفهمه؟ بذاریم ببینیم مولا محمد فضولی این کتاب رو که در
558 سال پیش ترجمه کرده، از جویی که اون عربه یا هر کسی که به عربی نوشته بوده اون چجوری فهمیده. حالا هی میگم عربی، هی دلم میخواد برگردم ببینم نویسنده اون کی بوده، اینو ببینم اون چی بوده. اصلا بذارید ببینیم، من میتونم این برگردم اینجا ببینم اون کتاب نویسنده چی بود. اصل کتاب روزت الشهدا، حسین واعظ. بذار ببینیم کتاب روزت الشهدا رو اگه گوگل بکنیم میاد، ببینیم نویسندش کی اصلا. کتاب روزت الشهدا خودش آورد. بذار ببینیم چی نوشته. روزت الشهدا مقتلی است از حسین واعظ کاشف. بذار ببینیم این واعظ کاشف چی هست. کمال الدین حسین ابن علی سبزواری ترکه، در 910 هجری، یعنی چند سال قبل از خود ملا محمد فضولی بوده. یعنی چند سال که میگم یک قرن، پیش از یک قرن احتمالاً در قبل از خود حضرت ملا محمد فضولی. نه، ملا محمد فضولی کی بود؟ اون صاحب تبریزی بود. فضولی گفتیم که 500 و چند سال پیش به دنیا اومده، 1483. اگر از این رو بیاد بذاریم اینجا 2025 ازش کم بکنیم 1483، 542 سال پیش به دنیا اومده. نمیتونه که در اون سال به دنیا اومده باشه 8 سال بعد کتاب مثلا نوشته باشه یا 6 سال بعد. اینجا یه ایرادی هست. نه، این محمد فضولی هست، درست. این هم این آدم. متاسفانه تاریخ ها رو یه جوری می نویسن که دیگه استاندارد نیستش که ما بتونیم بنویسیم. 840 این آدم به دنیا اومده. بذار ببینیم اینجا این رو چیزش هست. نه، ببینید اومده اینجا تاریخ ما رو به جای اینکه به خود ما بنویسه اومده با غربی نوشته. اینه دیگه، این مغز ما تحت اشغاله، یعنی اینه. منم همین کار رو میکنم. منم خودم تاریخ ها رو بر اساس میلادی می نویسم در زیر نوشته هام. امروز همین الان متوجه شدم که من باید از این اشغال ذهنی در اون قسمت حداقل خارج بشم. تلاش میکنم از این بعد به هجری بنویسم، حالا یا شمسی یا قمری. قمری می نویسم برای اینکه بیشتر با مسلمان ها همراه باشم تا با ایران. خب چی شد؟ این آدم هم گفتیم چی بود اسمش؟ کمال الدین حسین ابن علی سبزواری. 840 هجری قمری به دنیا اومده، 910 هم وفات کرده. حدود 70 سال عمر داشته. عالم جامع منجم قرآن، ریاضیدان و واعظ در عصر تیموریان بود. عمده شهرت به واسطه نگارش مقتل روزه شهدا است که در دوران صفویه برای اجرای تعزیه و روزخوانی، حالا کاشفی اسمش گفت کاشفی، در هرات مورد حمایت بی‌دریغ سلطان حسین بایگرا در اون مقطع بوده. این قطعاً ترک بوده دیگه، اصلا دیگه تو شک نمی کنم، قطعاً ترک بوده. خب پس خود اون نویسنده هم که این کتاب عربی رو نوشته بوده، خود اون هم ترک بوده. حالا برمیگردیم، این دوتا ترک افکار خودشون رو، یکی به عربی نوشته یکی اون رو ترجمه کرده، ولی هر دوتا میخوان افکار خودشون رو که از زبان ترکی برمیخیزه، حالا یکی به عربی ترجمه میکنه یکی به ترکی، عربی رو به ترکی ترجمه میکنه، اینها رو آشنا بشیم. اینجا دو نوع فکر ترکی کنار هم قرار گرفتن. حالا در طول کتاب ممکنه که هی دیگرانی هم بیان و درگیر بشن، مثل ابو علی سینای ترک، مثل مولوی ترک، مثل دیگران بیان و اینها چیز باشه. ولی جو که اول عبارت در یا انکسار سولت گوای شهویه ای چون گهد شراب و تعامدن گهت، البته گهتلق یعنی گهتی، گهتلق گهت شراب و تعامدن و یا
نفاذ احکام شرعیه üçün ارتکاب سیامدن. خود این نوشته حالت شعری داره. اول عبارت در ریا انکسار صولت گوای شهویه üçün قحط شراب و تعامدن و یا نفاذ احکام شرعیه üçün ارتکاب سیامدن. بیان اظهار این قیاد چون تاراج حادثات دن ول انفس که اول عبارت در یا واسطه کهولت ل تنگیس گوای نفسانیدن یا وسیله امراضی ل تقطیه جوارح جسمانیدن. حالا یا تعطیل، احتمال میدم تعطیل باشه، تعطیل جوارح جسمانیدن. و ثمرات که اول عبارت در یا قلت فواکه دن که نتیجه باغ بستان در یا فوت اولاددن. ثمرات میگه یه قسمتش بگرده به فرزندان، یا فوت اولاددن که ثمره شجره نوع انسان در و مراتب بیان اولندکدن sonra buyurmuşlar ki و بشر صابرین، یعنی بشارت ور صابرلره. الذین آنلر کیم، میگم داره هی ترجمه میکنه و تشریح میکنه. آنلر کیم اذا اصابتهم مصیبه، اگر واقع الصابر مصیبت آنلره قالوا انا لله و انا الیه راجعون، یعنی مبدأ وجودimiz خالق اکبردür ve عاقبت الامرimiz امر akar bu ömr mügerrerdir ve عاقبت الامر akar bu ömr، akar انگار مثلا akar bu ömr mügerrerdir. شاید هم مثلا آخر مثلا بخونیم اینو، آخر bu ömr mügerrerdir. هر آینه bu آیت کریمه فهواسیندن، bu آیت کریمه فهواسیندن و bu عبارت شریفه ایماسیندن، ایما اشاره کلمه عربی هستش. مستفاد olunan فایده، مستفاد از کلمه فایده، مستفاد olunan oldur که عامه عباده یعنی انسان نه عبادت، عامه عباده عموم بلا شامل دور و جمیع ارباب صلاح و فساد امتحانتون ولی دوباره زبونم گرفت ولی نبولنکم قعرنه، یا اینجا حالا یه چیزی نوشته که نقطه نداره، من قعرنه خوندم ولی فکر میکنم درست نباشه، معرنه داخل دور. اما اول جملدن مواقع مصایب ده دامن تمکین توتوب امروزه ما توتماخ میگیم، در گذشته دوتوب در ترکیه هم فکر کنم امروز دوتوب میگن. دوتوب مسترب olmayanlar و مصادر نوایب ده خاطر تسکین ورب اظهار جزع گلنلر. جزع کلمه عربی هستش، جزع فزع ناراحتی، نگرانی، گریه و زاری. استعداد تشریف بشارت bulmuşlar و مستحق توفیق تقرب bulmuşlar. استعداد اینجا یعنی ببینید اینجا جالبه این کلمه خاطره تسکین بریم اظهار جز قلنر، استعداد تشریف، یعنی انسان ها امکان این دارن که آدم های شریفی باشن، اما شرایط اجتماعی به خصوص آنچه شیران را کند رو بحث افت احتیاج است. وقتی قدرت و پول دست یه عده‌ای باشه، شما محتاج اونها باشید، اونها مغز شما رو، اونها زبان شما رو، اونها وطن شما رو اشغال میکنن. شما بر طبق اراده اونها رفتار میکنید. شما استخدام یه اداره هستید، یه شخصی هستید، دارید برش کار میکنید، مجبورید که خودتون رو اونجوری که اون نشون میده میخواد نشون بدید. و مستحق توفیق
hala teşrif bişaret bulmuşlar ve müstehak tevfik teqarrub bulmuşlar. Qit'e talibi verti mesayibde şeref sabr serafraz eyler. Sabrdır ol محکی کی مهنت و کفر و ایمانی امتیاز ایلر. Bu عبارت کتب سماویدن منقولdur. حالا اینی که گفتش، این شعری که گفت، میگه که این از کتب سماویدن منقولdur. منقول یعنی نقل قولش بوده که من احب، نه این ببخشید، این من احب او احب علیه سب البلا. حالا این من احب او اخب، احتمالاً اینجوری باید بخونیم، اخب علیه سب البلا، یعنی هر بنده مقبول کی مقبل کی محب علمق لیاقت بولدی، هر کسی که لایق محبت ورزیدن بشه، یعنی هر بنده مقبل کی محب علمق لیاقت بولدی، بولماق تاپماق، اینو گفتیم. من فکر کردم این مال چیز هست، لهجه طرفای عثمانی هست، ولی الان میبینم که نه آقا، تو عراق هم که ترکای آذربایجان اونجا بودن، که امروز هم میدونیم ترکمن ها در اونجا، و ما در آذربایجان، دوستان، ما ترک آذربایجان در اصل ما ترکمن هستیم. ببینید بذارید رد بشیم چون میرم تاریخ دیگه خیلی چیز میشه. من احب او احب علیه سب البلا، یعنی هر بنده مقبل کی محب علمق لایق بولدی یا محبوب علمق قابل اولدی. نگاه کنید دو تا مسئله رو دارید جلو هم میذاره. یا محب علمق یعنی استعداد این داره که همه استعداد اینو دارن که مورد پذیرش و مورد احترام و حرمت دیگران باشن. خب ولی بنده مقبل مورد قبول که محب بلا، یعنی مردم دوستش داشته باشن، خودش به این درجه رسیده باشه، یا محب المقه قابل اولده، یا خودش قابلیت هایی داره، وسایلی داره، امکاناتی داره، دانشی داره، چیزی داره که میتونه ایشون رو به قابل تحبیب توسط دیگران، یعنی قابل عشق ورزیدن میکنه توسط دیگران. حالا یکی از اینها با ما زاده میشه، یعنی ما مثلا زیبایی رو خودمون به دست نمیاریم که، مادرمون زاییده، الله داده بهمون. قدمون بلنده، کوتاهه، چاقیم، درشتیم، چشممون آبیه، نمیدونم سیاهه، قهوه‌ایه، عسلیه، اینا هیچ کدوم دست ما نیست. سفیدیم، سیاهیم، سرمون مو داره، نداره، دندون داریم، نداریم، اینا دست ما نیست. اینها رو نمیتونیم بگیم که من، ولی حالا قابل چی؟ من میرم درس میخونم، من میرم کار میکنم، من میرم ثروت ایجاد میکنم، من میرم کارخونه میسازم، من میرم یک کاری یاد میگیرم، من میرم دزدی میکنم. اینها کارهایی که من خودم میکنم، این هاست که من رو میسازه، نه اونهایی که من نون پدرم رو بخورم که به دردم نمیاد. نه اینکه بده، خوبه که آدم زیبا باشه، قد بلند باشه، یا مثلا قد کوتاه، مهم نیست. اونا مال ما نیست، اونا در اختیار من نیست. اون چیزی منو قابل احترام میسازه اینه که من به خودم بیاد، با تلاش خودم یه امکاناتی رو خودم بسازم که برسه به یه جایی که انسان‌ها من رو قابل احترام بدونن. فرق بین این دو تا تفکره. اینجا 400 حالا بگیم حدود 500 سال قبل داره میگه که آقا یه چیزایی هستش که شما از والدینت میگیری، جامعت میگیری، دست خودت نیست. میلیاردر فرزند دیگه آدم میلیاردر هستی، دست خودت نیست، تو نساختی، پدرت دزدی کرده تو الان میلیاردری، این دست تو نیست. اما اگه بتونی یه کاری دست خودت باشه، یه چیزی خودت ایجاد بکنی، اونه که تو رو چیز میکنه،
متمایز میکنه. طبیعتا انسان‌های ظاهربین هستیم. ما به عنوان انسان ظاهربینیم، یعنی او این آدم پول داره، ماشین داره، فلان داره، نمیدونم اینها رو میبینیم. ما خیلی بیشتر به اونها، ما با همه میگن آقا من مثلا خیلی فکر انسان ها برای ما مهمه، ظاهر انسان نه، ولی واقعیت اینه که هممون به ظاهر فرید میخوریم. ما هیچ وقت اون حوصله رو نداریم یا با اونها نمیسازیم که خیلی اهل فکرن، خیلی اهل احساساتن، خیلی اهل ابتکار و اختراع هستن. ما با اونها نمیسازیم زیاد. خب یا محبوب علمقه قابل اولدی لاجرم کندسون، دوباره این کندی رو خودش فهم کردم که اینا متعلق به ترکیه هست. نه الان میبینم نه آقا آذربایجان هم همین رو داشته، ولی ما چی تحت اشغال زبانی در اومدیم، اینها از یادمون رفته، کلمات اصیل ترکی از یادمون رفته شده، حالا تحت تاثیر یه زبانی که خودمون خلق کردیم، پدرانمون خلق کردن. لاجرم کندسون هدف سهام بلا و منزل نزول انا قلدی. سهم ترس در اون چیزی که فلان چیز سهمناک ده، حالا رفته به فارسی این سهام، الان به عنوان سهم از کلمه عربی رفته، ولی ما اون چیزی که به عنوان سهم داریم میگیم ما به معنی هیبت و ترسه. مثلا من یادمه خیلی دوست داشتم برم خدمت مرحوم کریمی مراغه‌ای. یه بار از تهران داشتم می اومدم با قطار، تو مراغه پیاده شدم، گفتم برم ببینم. رفتم مغازش پیدا کردم، رفتم میگم آقا اون مغازه انتهای مغازه نشسته یه چهری داره که به خودم جسارت ندادم، اونقدر سهیم بود، اونقدر خشمگین بود، اونقدر چیز بود که به خودم جسارت ندادم برم داخل بگم استاد من عاشق اشعار شما هستم، اومدم که سلامی عرض بکنم فلان. جسارت نکردم. سهمش من گرفت، سهم من توده. بلا منزل و نزول انا قلدی، همیشه صداقت گلزار طبیعت، همیشه سبزه صداقت گلزار تینت باران بلادن، نشو و نما بلور و چراغ محبت، خلوت خلقت ده خلقت ده آتش مهنتن روشن علور کی البلاء للبلاء کالذهب المذهبی نظم، بلا لللواء، حالا اینجا دیگه کالذهب المذهبی، مثل طلایی است که روش طلاکاری انجام بدید یا روش کار هنری انجام بدید. نظم مهنت افزای محبت در بلا، کیم بلا آتشی محبت در طلا، بو مفهومه مطابق و بو مضمونه موافق اولدور کی حضرت رسالت بuyurmuş کی ان الله اذا احب قوما ابتلاهم. او زمان که حضرت محمد'den böyle bir حدیث var، یه حدیثی هستش، من اگر این درست باشه انشالله که ما از این بلا برمیخیزیم و داریم برمیخیزیم. حضرت محمد فرموده که ان الله اذا احب قوما، اون زمانی که الله یه ملتی رو دوست داشته باشه، ابتلاهم، اونها رو به بلا مبتلا میکنه. این بلا چی هست؟ ببینید الان در آذربایجان در این 100 سالی که ما تحت یه بلا هستیم، بلای اشغال زبانی، اشغال مغزی و اشغال سرزمینی، اشغال مالی، حالا اموالمون هم میره دیگه، یعنی ما تمامی تولیداتمون که منجر میشه به یک سرمایه‌ای از دست ما میره به دست فارسا. حالا اینجا چی میگه؟ ما امروزه میبینیم که ادبیات در زبان ترکی بسیار بی‌نظیر داره رشد میکنه، با اینکه دولت داره سانسور میکنه، نمیذاره اینها کتاب داشته باشن، مدرسه داشته باشن، اما حداقل 500 خانم من میشناسم اسمش الان هستش که روزانه می نویسن و خوب می نویسن. اشعاری رو که بعضی از این خانم های 20 ساله، 23 ساله، 25 ساله، 30 ساله می نویسن، من اصلا بعضا تو هضمش میمونم.
خلاصه چکشی، برای اینکه در سرزمینی که شما حق گفتن ندارید باید خلاصه بنویسید. در شعری که امروزه، افکاری که امروزه در آذربایجان، فلسفه، من بارها اینو گفتم، در میان نیروهای سیاسی در ایران، حقوق بشری، فکری، فلسفی، در ایران اونا که مرکزی، یعنی فارس محورن و ایران محورن، هیچ رشد فکری وجود نداره، هیچ تلاش سیاسی وجود، هیچ آلترناتیو سیاسی وجود نداره، هیچ تعریف جدیدی وجود نداره، هیچ تعریف جدیدی. شما تعاریف جدید رو، شما افکار جدید رو، سیاست ها و راه های جدید رو، یعنی راه سیاسی فکری فارس ها بسته است، مسدوده، بنبسته، از هر جهت تو بنبست قرار هستن، نمیتونن با دیگران رابطه برقرار بکنن، نه با دنیا رابطه برقرار میکنه، نه با علم، نه با تکنولوژی، نه با صنعت، نه با هیچ چیزی رابطه برقرار نمیکنه، نه با ملل داخل ایران میتونه رابطه برقرار بکنه. یه گارد گرفته در دفاع و حمله به اونها فقط. هیچ راه این که مذاکره بکنیم، راه حل دوم، سوم، چهارم، دهم، بیستم، صدم پیدا بکنیم نداره. اصلا افکارش نمیرسه که راه بسازه، چون زبانش این توانایی رو نداره. زبان فارسی این توانایی آفرینش رو نداره که بیاد بگه آقا ما الان توی وضعیتی هستیم که میتونیم 10 تا 20 تا الان راه حل خروج برای اینجا پیدا بکنیم. این داخل یه پازلی گیر کرده، فارس زبانی و فارس زبان داخل یه پازل گیر کرده، نمیتونه بیاد. شما هر فکر تازه‌ای که در مورد حقوق بشر، در مورد سیاست، در مورد آینده ایران، در مورد هر چیزی که بخواید بگید، اینها در ملل حاشیه هست، در مللی که تحت اشغالن، چون این ملت تحت اشغال رو دنبال راه حل میگرده، نه اونی که در اشغال کرده. اون اشغال منافعش رو میخواد، وضعیت موجود رو میخواد تا اونجایی که ممکنه حفظ بکنه. اون کسی دنبال راه حل خروج هستش و بنبست ها رو میشکنه، راه های جدید باز میکنه که تحت اشغاله. اون برای خروج از اشغال داره دنبال راه حل میگرده. در اینجا ما فلسفه‌ای که الان ترک‌ها دارن صحبت میکنن، ادبیاتی که دارن صحبت میکنن، موسیقی که داره ایجاد میکنه، هنر نقاشی و هر چیزی که داره، فیلم و سینما و همه اینها، راه حل های جدیدی رو، مستندهای ترکی با مستندهای با فارسی بسیار بسیار متفاوته. شما من حالا واقعیتش رو بگم، من این رادیو تلویزیون های فارسی رو خیلی وقت تحریم کردم، مثلا نگاه نمی کنم الا بعضی از اخبار که یهو میاد مثلا تو چیز علاقه، اگه ببینم که نظر من جلب کرد میتونم میرم تو وبسایت اصلی، مثلا تو اینستاگرام اگه یه کسی یه خبری گذاشته باشه که علاقه من جذب بکنه، بدون حساسیتم رو جذب بکنه، برم بخونم، میرم مثلا گاهی میرم مثلا این چیز رادیو تلویزیون های فارسی زبان ها تو ایران باشه یا خارج از ایران، واقعیت میبینم که خیلی عقب موندن. همینطور تو برنامه‌ای که خودم در جناس تیوی اجرا میکردم به نام دیالوگ، تمامی فارسایی که اونجا می آوردیم همشون یه مشت انسان‌های جامدی که قابلیت مذاکره و زیست در دنیای بسیار متناقض و پرتضاد و بسیار حالت چی بگیم با هم بسیار رقابتی وجود داره، اصلا نمیتونه زندگی بکنن. دایناسورهایی هستن که محکوم به مرگن. درختهای خشکیده‌ای هستن که جز سوختن و پوسیدن راه چاره‌ای براشون نمونده. حالا امیدوارم که این حدیث در حق ما درست باشه و ما دوباره ترک‌ها از چین گرفته تا اروپا، مرکز اروپا تا قلب اروپا، دوباره از خاکستر خودمون رشد بکنیم. یعنی هر طایفه که محبت معبوده اختصاص بوله مقرردür که مهنت اسیر و بلایه گرفتار اوله، اما مراتب ولا مجازی، اما مراتب ولا مجازی دور. احتمالاً ولا یعنی این ولایت، احتمال این عظیم باشه، اما مراتب ولا
ویرگول بالای قرمز اینجا گذاشته جدا کرده، بالا گذاشته منتها، یعنی اینجا باید توقف بکنیم تا درست از در بیاد این جمله، خوندن این جمله. اما مراتب ولا مجازی درجات بلادر. مراتب ولا مجازی درجات بلادر و معارج بلا موافق طبقات ولا. دوباره همون، و معارج بلا موافق طبقات ولا. Bu nükteye مشعر یعنی آگاه درونی و bu ma'niye mühbir oldur ki Hazreti Resaletten sual olundukta ki eyyun nas eşeddül bela, yani ne güruh ola no'i insaniden ki eşeddet belaya, şiddet belaya ma'ruf ve kesret عناییله انا ببخشید غنا و کسرت غناییله موصوف اوله buyurdular ki الانبیا یعنی سراپرده نبوت محرمleri ve teşrif risalet mühteremleri, zira merاتب mihnetleri derecati mühebbetlerine mü'terifdüler ve raf'at menziletleri ve raf'at menziletleri şiddeti musibetlerine mesun ve sual olundukta ve men ba'dahum buyurdular ki گم حالا این یه چیزی نوشته که من نمیدونم گم بخونیم، خم بخونیم، فم بخونیم، ببینیم یعنی طریق معابره و جاده عربیه دیگه نمیتونم. ثم الامثال احتمالا اینجوری بخونیم ثم الامثال یعنی طریق مسابرته و جاده مطابقته اقتداء قلنler ve bu nükteye اولیاء الله işarettir ki ayinedar حقایق انبیاء olup عالم surette ahkam nübüvvet icra edip merasim şeriat ihya ederler ve sual olunduğunda ki ve men ba'dahum buyurdular ki sümmel emsal yani سیمه تقوا و شیوه احتمالا این یعنی سیمه تقوا و شیوه صلاحن ببخشید و شیوه صلاحن اولیای شبیه اولنلر. خیلی افکار جالبی داره و آنلره مطابقت گلنلر و بو مضمون اتقیای انام و صلحای فرقه اسلام دن عبارت دور که سواله جمع صالح سواله اعماله سایر خلقدن امتیاز بولمشلر و محاسن افعال له اقران و امثال فایق اولمشلر. نظم شعر گفته. حالا من اینجا برای اولین بار در این کتاب میبینم که از ویرگول درست استفاده کرده. هر جا که لازمه یه نفس کوچولو بکشیم ادامه بدیم، یه ایست کوچولی انجام بدیم، ویرگول گذاشته. من دوباره اینجا که میخونم حالا ویرگول ها رو میگم. نظم نه مخلص که درگاه معبوده اقرب ویرگول همو یا هو اشد و بلیات اصعب. احتمالا هوایی باشه یا همو نمیدونم عربیه. عجب برگد دوباره ویرگول عجب برگدر گربی کم اولسه واقع ویرگول اولور آفت روزگار معرب یا معترب نمیدونم عربیه. و فیل فاقع دوباره ویرگول بود و فیل فاقع این واقع. حالا دیگه اون کلماتی که در گذشته قرمز می نوشت و توضیح می داشت حالا شروع کرد اینها رو با خط قرمز بالاشون خط بکشه اونجوری نوشت. البته انگار که بعضی جاها دوباره میاد نه فقط قطعه ها رو
قرمز می نویسه. نصر و اینها رو که ربطی به ترجمه اصلی نداشته باشه، اصل اون کتاب ترجمه نداشته باشه، اونها رو با قرمز می نویسه، بقیه رو فی الواقع اصل که عالم فناده مؤمن، عالم فناده مؤمن ویرگول متعلم و منکر منعم علمق ویرگول محض مصلحت ویرگول و عین حکمت دور ویرگول تا ملک بقاده ویرگول ادراک قوت نعمت ویرگول منکره موجب تزاید علم واقع اولا و ویرگول و احساس عدم علم احساس عدم علم ویرگول مؤمنه باعث تضاعف نعم علوب نعم ویرگول علوب ویرگول سرورین زیاده گله. حالا دیگه نمیگم ویرگول حالا قطعه bilmese kafir nedir nimet ne bilsin ruze haşr kim ne lütfi mezherdir mümin pak itikad gılme mümin alem idrakün olmaz mütteli kim ne تعذیب ile dür دوزخته ارباب فساد نصر. حالا اون شعر بود، من اصلا متوجه نشدم، خیلی بلند بود، متوجه نشدم فاصله هاشون رو. اینجوری باید میخوندیم bilmese kafir nedir nimet ne bilsin روز حشر kim ne lütfün mezheridir mümin pak itikad gılmese mümin alem idrakün olmaz mütteli kim ne تعذیب ile dür دوزخته ارباب فساد. اینجا شعر تموم شد، 2 بیت بود، 4 مصرع. نصر. خب من از اینجا میگذارم برای اینکه فکر کنم بیش از 1 ساعت و نیمه که داریم، تقریبا حدود 1 ساعت و نیمه که داریم صحبت میکنیم. من حالا از هر 50 صفحه یه چند سطر میخونم. برمیگردم اینجا، میرم صفحه 50، اینجا 52، حالا 52 رو میخونیم. 53 قطعه از اول بخونیم. مثلا زاده فرصت بلوب آنا bir ضرب yetirdi که bir tarafinden bir tarafine گذار etti. فی الحال بازم عربی دیگه گفتیم که دیگه عربی ها رو اصل کتاب رو با رنگ سیاه می نویسه ولی بالاش خط می کشه. فی الحال کلمه شهادت دیوب نقد روانی خازن جنانه تسلیم etti. نقد روانی روحش رو، این نقد دیگه. ما الان وقتی زندگیم نقد هستیم، وقتی میمیریم دیگه نقد روانی، این نقد رو دادیم. خازن جنانه، اون کسی که جنت رو، جنان من قبلا عرض کردم جنت رو، جنت اون چیزی که سرپوشیده هست، دیده نمیشه داخلش، ما آگاهی بهش نداریم. جنین از اون هستش، ما آگاهی نداریم در شکم مادر چی هست. البته امروزه میریم بعدها با دستگاه میبینیم، بازم تا اون زمانی که با دستگاه ندیدیم ما آگاهی بهش نداریم. جنت هم یه چیزی که با درخت پوشیده شده یا از چشم ما پوشیده است، ما نمیدونیم چیه. خازن جنان یعنی اون مخزن. تسلیم اتی قطعه اول شهنشاه عظیم شن هنگام اجل تیغ دشمن اولدی مفتاح در دارالسلام چهره اقبالینه açıldı ابواب نجات دوست دیدن استرد دشمندن میسر oldu کام و بعضی بدبختler آنون دخی سربه احتمالا این حربه ایسنه حربه ایسنه سین، این چیه؟ ایلسین حربه ایلسین سینه سین ایلسینه سین حربه ایله سینسین چاک ادوب. خب جمله رو باید میخوندم تا میفهمدم. داخی حربه ایله سینسین چاک ادوب جیگرین پاره پاره چگروب هندی جیگر خاره هده اتدیler و هندی دولت آنون و هندی بی دولت آنون جیگرین گیوب vahşiye aferinler okuyup ihsaniler ettiği rivayettir ki leşkeri İslam müteferrik olan halide Hazreti Fatıma huzurunda olan
خواتین خاتونلار، خواتین ایله müterassid اخبار رسولی کن bir sipahi Hazreti Resul'ün fövtinden haber verip Hazreti Fatıma ol haberden bihuş olup kendiye geldükte bi ihtiyar Medine derbazesinden çıkıp Ayşe ve Safiye ve Hafsa مخدرات حرم سرای نگاه کنید وقتی به فرزندان به زنان حضرت محمد میرسه در این مقطعی که داشت این کتاب رو مینویسه توهین نمیکنه، ولی برای اینکه عالم اسلام رو تجزیه بکنه دشمن اومده گفته آقا شما به هر چیزی که پیغمبر لطف کرده تو توهین بکن. شیعه توهین میکنه تا این عالم اسلام رو تجزیه بکنه. دروازه‌سیندن چخوب آیشه و صفیه و حفصه مخدرات حرم سرای اسمت دخی اتفاق ادب و احد تاغنه توجه احد تاغنه. تاغ اینجا به معنی احتمالا همون تاغ، یعنی به طرف اون میدونیم که تاغ به عنوان سقف به کار میره دیگه در ترکی تاغ. حالا بعضی از تاغ درست میکنن، یعنی یه جوری این شاخه های انگور رو روی تاغ میندازن. تاغ افق، اینجا به معنی افقه. بالا تاغنه توجه احتلر وحدت فریاد و فقان لاللر gibi gariban çak edip çeşmeler gibi dideler nemnak kıldılar. Algısta Fatıma bir nuha beyan bunyad kıldı ki sadasından Uhud tağı mütezelzil oldu. Beyt. حالا دیگه از اینجا به بعد برمیگرده. میریم صفحه 116 شد. 115 رسیدیم. ای قوم bu مخدوم زاده فرزند رسول الله در sizden اقرار طلوع امامت و اظهار قبول بیعت ister. Ne dersiniz? Ne diyersiniz? اینجوری نوشته. جمیع حضار مجلس فریاد ettiler که سمعنا و اطعنا قاعده عربی. اینجا دوباره هم سمعنا و اطعنا رو با رنگ قرمز نوشته، قاعده رو که عربیه با رنگ سیاه ولی بالاش خط کشیده که بگه این از جزو کتابه. بیعت تمام اولدوگدن sonra سمعنا و اطعنا یعنی شدید ما اطاعت میکنیم، بیعت کردن. قاعده بیعت تمام olduktan sonra ابن ملجم حاضر edip etti. Ey bedbaxt Hazreti Ali. Ey bedbaxt Hazreti Ali'den şekane sana yamanlık yetişmedi. Ey bedbaxt Hazreti Ali'den sana yamanlık yetişmedi. İbn Mülcem etti. Ey şehzade olacak oldu. Olacak واقع oldu. İmdi eğer icazatün olsa hakim Şam senle sahibi davadır. Onun qatlini kabul ederim. Hazreti İmam Hasan tetvil kelame fırsat vermeyip bu bir zerb ile ol palidi helak edip buyurdu ki ol cesed palidin ihtirak ettiler. Ol canibden خاطر تسلی ettikten sonra nizam mülk millet ve nesagi ahkam din و devlet iştigalinde olup ondan ondan یا اندک هم میتونی بگن اندک زمانه 30,000 مجاهد دایره بیعت girdi و جمعیت اساکر حضرت معاصر مسند خلافته رونق تمام وردی. بیت
بلده خورشید جهان تا به خلافت ارتفاع، شعله عالم فروزی ساده هر جانب شعاع. bu xəbərdən hakim Şam mütəzəlzil olub 60.000 mübarizlə mütəvəccih zəbt İraq oldu. İmam Həsən dəxi 40.000 mücahidlə کوفەdən çıkıp استقبال طریقی عبدالرحمن. حالا اینجا تاریخی رو داره میگه که حالا ما میبینیم که نمیدونیم چقدر درسته یا غلطه، ولی داره تاریخی رو نقل میکنه. میتونیم حالا این تاریخ رو با تاریخ‌های موجود مقابله بکنیم، ببینیم که چه کسی چه چیزی گفته. مثلا من اینجا برای اولین بار دیدم که امام حسن ابن ملجم رو نه تنها کشت بلکه داد آتیش زدن، سوزوند. مثلا من اینو نشنیده بودم و این در اسلام جایز نیست. میتونست بکشه، تموم. اینجا خشم شخصی امام حسن رو ما میبینیم. بریم صفحه 150، حالا 154 شد. Giyle elleri titreyip elinden تیغ düştü. Übeydullah، حالا اینجا دوباره خط بالاش خط. Übeydullah زیاد آندن خبردار olup sebep sual etti. Ey emir qətlindən mübaşirət etdikdə müqabilə bir تهیب kimsə gəlib. Bir məhib kimsə ehtimalən. Yəni heybətli. Bir muhib kimsənə gəlib barmağın dişləyib təəssüf edərdi. Ben ondan vahm ettim. Übeydullah ziyade tebessüm edip etti. Ey Bekr, henüz cahilsin. Cün xilaf adet bir amel etmek istersin ve dehşet sana galip olur. Pes bir gayr kimseneye emr etti. Bir gayr kimseneye emr etti. Ol dahi حالا اینجا یک کلمه نوشته که نمیتونم geldikdə o dahi geldikdə ol şəxs görüb zəhrəsi çak oldu. Axirul əmr Şam əhlindən bir nam gəlib, bir namərd gəlib ol məzlumi şəhid etdi. Rəhmətullah aleyh. بریم صفحه 200. حالا اینجا العابدینه اینجا خونده میشه، عربیه، اینو بالاش خط قرمز کشیده. منصوب سین آندن اجازت استه. حضرت امام زین العابدین اول ایامده بیماریدی. فارس. اینجا یه کلمه فارس نوشته، ببینیم چیه این کلمه فارس که برای اولین بار در این کتاب باهاش برخوردم. ببین کلمه فارس به چه معنی است. فارس خدمتنا مشرف اولوب، یه اسمه، یه آدمه. فارس اسم یه آدمه و یه اسم چند تا قبیله در میان عرب ها هستش که اسمشون فارسه، یعنی اسم قبیله فارسه و اینا بخشی از اینا، من دیروز یه مقاله رو به عربی داشتم میخوندم که بخشی از اینها در اونور خلیج عرب هستن، خلیج چنگر هستن، بخشیشون در همین ایران امروزی اقوام عرب وجود دارن که اسم قوم و قبیلهشون فارسه. فارس خدمتنا مشرف اولوب اجازت استرکن ادی. گفت ای فارس من سنی آزاد اتدم. این غلام بوده، اسمش بوده. حالا شروع محاربه سنون ارادنه متعلق دور. فارس داخل سلسله احرار olup مردانه میدانه girip صف اعدایه مقابل durup زجرات qıldı ki شعر. احتمالا این من غلط دارم میخونم، یه چیزی در گذشته بوده که وقتی میرفته
به جنگه یه شعری میخونده، یه حماسی، یه چیزی میگفته، اون طرف‌ها رو خودش و هم طرفداران خودش رو تحریک بکنه، هم مخالفان رو تحقیر بکنه، یه جوری اونها رو به جنگ مردانه چیز بکنه. حالا اسم اون چیز، اون حالت یادم رفته، ولی اینجا رجزخانی، اینم باید باشه رجزخانی، این چه یه نقطه اضافیه. رجزات اقلدی یعنی رجز خوند، رجزات قلدی چه شعر. بنم پارس اول ترک خنجر گذار، بنم پارس اول ترکی خنجر گذار. ترک بوده ولی اسمش فارس بوده. بنم پارس اول ترک خنجر گذار، که بهرامه تیغ در آینه دار. بنا خدمت خاندان رسول، یتر با بایی رفعت اقتدار. سعادت رفیقم اولوب قلmışım یا قالmışım. سعادت رفیقم اولوب قلmışım، Hüseyin Ali خدمتin اختیار. قلmışım. سعادت رفیق اولوب قلmışım، Hüseyin Ali خدمتin اختیار. گاه تیغ آبدار، گاه نیزه اژدها کرداریله، و گاه ناوک خونخواریله. لشکر بدخواه فنا بر براقوب، فنا براقوب، براقوب براخوب، یعنی اونها رو به فنا انداخت. عاقبت نوبت تجرع جام شهادت. تجرع جرعه نوشیدن، تجرع جام شهادت. آنا دخی یتوب روح پرفتوحی، سانگدن صدای. حالا اینجا یک کلمه نوشته که روح پرفتوحی سادزدن، اینجا ها هم خونده میشه ها تغزدن، صدای. فدخلی فی عبادی وادخلی جنتی. حالا این کلمه تو ذهنم میپیچه ولی نمیتونم پیدا بکنم. ساطعدن یا حاطف، یه چیزی هست در اون حاطفتن، همون باشه. روح پرفوتی حاطفتن، صدای از غیب. حالا یه صدایی میاد حاطف، حاطفتن صدای. فدخلی فی عبادی وادخلی جنتی. استماع ادب متوجه روزه رضوان اولدی رحمت الله علیه. آندن sonra حنظل ابن سعید meydana görüp enva mevaize ve nasaihiyle ol gümrahlere tehdid edip mufid görmeyip mübaşir getal oldu. mübaşir getal oldu ve ekser اهل زلالتden عرصه میدانی خالی görüp شهادت buldu. رحمت الله علیه. بریم صفحه 250 و 2 صفحه دیگه میخونیم و تمام میکنیم. 200 اینجا 255. خب 255 اهل دوزخ جرمی مقدارین جدر. حالا اینجا یه چیزی گفته که جالب، اینو بخونیم ببینیم چی گفته. قطعه گر عذاب اهل دوزخ جرمی مقدارین جدر. نگاه کنید، حتی اینجا عدالت چیز رو میبینید. ترک رو اونجایی که نظر خودش رو میگه یه چیزی میگه، ولی اونجایی که امام حسن داره ابن ملجم رو هم میکشه و هم میسوزونه، اونجا یه حادثه تاریخی رو داره بدون چیز، بدون طرفداری نقل میکنه. ولی اینجا وقتی میخواد نظر خودش رو بنویسه میگه که مولا محمد فضولی میگه که قطعه گر عذاب اهل دوزخ جرمی مقدارن جدور. عذاب چقدر به اندازه‌ای که جرم داره عذاب میگیره در جهنم، نه زیاد. و ای آنا کیم eylemiş قتلün şehidi Kerbela. O sebepten kim şehitler banın kadrini, o sebepten kim şehitler Kerbela'nın kadrini eylemiş a'la cemi'i halgden Rabbul Ala. Eylemiş a'la cemi'i halgden Rabbul Ala.
کنز الغرایب یک کتابیه، اسم ولی عربی هست، از متن اصلیه. کنز الغرایب ده مستورdur ki cemi'i ejdehaların mehteri bir ejdehadır şedid و نام، اسمش شدیده، هر gün 70 nöbet titriyip اعضاسından زهر هلاهل tökülür. حالا اینجا یک چیزی نوشته که عربی دوباره که نمیدونم حزت احتمالاً عزتünden nida gelir ki ey şedid sabret ki قاتل حسین sana منسوبdur. روایتdir ki اهل کوفه و شام'den her ferdی که ol معرکede idi bu uqubete şerikidir. Kenzül Garayib'de mesturdur ki Kenzül Garayib'de mesturdur ki İmam Siperi nakliyle ki bir gün mecliste bu zikr olunurdu ki vaqi'i Kerbela'da mesrur olan serseri dünyada mekhur oldular. Hariciden bir bedbaxt hazır idi. Bu güftara inkar edip dedi ki bu kezbüdür. Zira ben o cümledenem ve asla bana bir mekruh müteveccih olmadı. Hakka ki henüz guftari tamam olmadin çırağı meclisten bir şerare رختine düşüp zabane çekip hiç vecih ile teskin bulmayıp ol bedbختی yaktı ve bu suret ulul absara موجب تزایل اعتبار oldu. İmam Hasan Basri rahmetullah aleyh nakl etmiş ki tahkik mesail şer'iyye için bir müteallim benim meclisime tereddüt ederdi ve hemişe ondan bir arihi mekruh zahir olup ehli meclise küduret yürürdü. Ama men'ine قیا مانع olurdu. اما منعنه حیا مانع olurdu. عاقبت الامر. حالا دیگه بقیه‌شو داستان دیگه. بریم صفحه آخر کتاب رو هم بخونیم، گرچه یک مقداری از صفحه آخر رو خونده بودیم و تمام بکنیم. من این دو صفحه آخر رو میخونم. صفحه البته بعدی رو تقریبا نصفش خوندیم. و اگر مثال زرنگار کل تغرای شریفیله موجه olsa استمرار hükmüne تقلب خزانından خلال تغییر yetmez. قطعه ol شهنشاه فلک رفعت که کسب etmiş güneş خاک بوس آستانından ulub ve iktidar ol serafraz melik siret kim almış asman خدمت درگاه قدریnden سمو و اعتبار. یعنی سلطان سلاطین شأن و قطب دایره امن و امان ابوالمظفر سلطان سلیمان ابن سلیم خان رفعه الله. این رو در زمان اون نوشته و این در اون زمان در این زمانی که این نوشته بغداد و آذربایجان احتمالاً تحت سیطره سلطان سلیمان بوده. پس اینجا چی میگه؟ سلطان سلاطین شأن و قطب دایره امن و امان ابوالمظفر سلطان سلیمان ابن سلیم خان رفعه الله به اقبالهی. اینجا احتمالاً مراد سلیمان دوم هست، سلیمان قانونی نه، سلیمان دوم که پسر نوه سلطان سلیمانه. فکر میکنم اینجوری باشه. میتونیم گوگل بکنیم بخونیم، ولی اجازه بدید دوام بدیم. مظفر سلطان سلیمان ابن سلیم خان رفع الله به اقباله و وایب
لوایب به اقباله لوایب احتمالاً عن الزمان الى یوم یقوم الحشر و ینصب المیزان. این کتاب رو عربیه، اون عرب کتاب عرب، اون کسی که برای گفتیم یه اسمی داشت نوشته اون رو داره میگه که ما اینجا دیدیم، گوگل بکنیم دوباره اون رو احتمالاً واعظ کمال الدین حسین ابن علی سبزواری که ترکمن هستش این کتاب رو نوشته به عربی. حالا ایشون در زمان سلطان سلیمان ابن سلیم خان میزیسته و احتمالاً به امر ایشون این کتاب رو نوشته و بعد شیعه ها این رو به کتاب خودشون کردن. احتمال میدم، بذارید بخونیم ببینید چی میشه. رفع الله به اقبال لوایب احتمالاً عن الزمان الى یوم یقوم الحشر و ینصب المیزان و خداوندگار سعادت دستگاه سایه مرحمتیندن و کام کار ملائک سپاهن ذل مکرمتیندن همیشه ممتنع اولان و همواره انتفاع بله سروی خجسته تعاد سجسته تماد احتمالاً اماد تعاد یا تماد سردار صایب رأی سردار صایب رأی ملک آرا که بو نسخه دلپذیر آنون حسن اشارت. بله درسته، این کتاب رو به فرمان سلطان سلیمان ابن سلیم خان نوشته. ملک آرا که بو نسخه دلپذیر آنون حسن اشارت شریفیل سمت تحریر بولمش و آنون لطفی لامتمامیل مستور سعادت نظیر علمش تستیر علمش، ببخشید یعنی سطر علمش تمامی لطف تمامیل لا نیستش، این احتمال میدم که یه چیزی افتاده این وسط. لطف تمامیل مستور سعادت تستیر علمش جهانداری که پیرایه حفظ و حراستیل حوزه بغدادی غیرت غیرتدار اسلام اتمش. مثنوی گل گلزار دولت و اقبال آفتاب سپهر جاه و جلال گوهر معدن سخا و کرم زبده فرقه بنی آدم مرجعی خواص و عوام اعظم اکرام یعنی کهف الفقر او صدر الامراء معز الرفع والقز والعلا. این چیه؟ بعضیش رو نمیتونم بخونم دیگه، ببخشید. محمد شاه، حالا این دیگه محمد شاه حفظه الله. اما یخاف و یخشا المنت لله که بو طرز ملال افزای غم اندوز و بو نسخه جانگداز جگرسوز احسن ساعات و امده. حالا اینجا دیگه خیلی قاطی شده، ببینیم بقیه چیه. خب ما در مورد اینکه چه کسی دستور داده این کتاب رو نوشته سمت اختتام بولدی. احتمالا خود این ترجمه هم عربی و هم ترکی این کتاب رو یکی از این سلطان ها، برای اینکه آخرش میگه که این سلطان محمد نامی عربیش احتمالا سلطان سلیم بوده، سلطان سلیمان بوده دستور داده، ترکیش سلطان محمد بوده، محمد شاه حفظه الله. یه محمد شاه نامی که حالا نمیدونم عثمانی بوده غیر عثمانی بوده، احتمالا اون داشته باشه. سمت اختتام، سمت با صاد به معنی لال بودن، سمت اختتام بوده یعنی دیگه لال شد، این کتاب تموم شد. خیلی از صفت زیبایی استفاده کرده. البته زیرش یه نفر با دستخط دیگری
صمت رو با 3 دندانه دار نوشته، با سات ننوشته. صمت اختتام بوده و مصلحت تفهیم عوام چون تکلفات رسمیدن معرا و استعارات بدیعده و اشجار غریبدن مبرا تمام الدی. توقع بودور که فضلای بلاغت پیشه و فصحای دقت اندیشدن بنای تعلیف نه و طرح تصنیف نه نظر دقت براقدقده اصلاح خطاسنه اقدام و اهتمام دلر و محرر و مقررین دعای خیر ایلیه دعای خیر ایلیه یاد ادب قبول عذر ایلیه قبول عذری لنقصانین قبول دلر. مثنوی هجوم مهنت دوران ملولی گرفتار غم عالم فضولی دگل اول لهجه گفتار قادر کم اوله قابل سمع اکابر. دیگر گلور جمعیت دل لفظ دلکش مشوش سیلمز الا مشوش گل ای حال تکلمدن خبردار ترحم قل تعرض قل زنهار تمت بالخیر و السعاده الگاری ها. حالا اینجا احتمالاً بلگاری ها و مستمع ها و کاتب ها و حافظ ها. حالا اینجا یه دعایی هم همه رو انجام داد. منم که قاری بودم. تم فی تاریخ دقوز شهر رجب المرجب، اون دیگه 90 نخونیم اون رو. دقوز شهر رجب، 9 شهر رجب المرجب سنه 89 و 900 تموم شد. 989 رو هم اینجا نوشته بود که من ندیده بودم قبلا. این بالا نگاه میکردم ولی اینجا 989 رو نوشته هم به و اینجا 9 رو هم میشه به این خط دید. خب کتاب این خطی که با مداد نوشته شده با خطی که متن رو با قلم نوشتم و قلمش هم خوب نوشته نشده بوده نمیدونم. حالا اینجا یه مسئله رو بگم و کتاب رو تموم بکنم. ما با یک کتاب تقریبا داستانی در مورد تاریخ مواجهیم. نمیدونیم که این تاریخ درسته غلطه، برای اینکه واقعا من شخصا نمیدونم که تاریخ کربلا رو چند سال بعد شروع کردن بنویسیدن. و خب اونجایی که چه کسایی اونجا بودن شاهد که ببینن امام حسین چی گفت، اون یکی گفت چی گفت، اینها رو باید طرف یزید گفته باشن دیگه. کسایی که زنده موندن طرف یزید بودن. خب زنها در حرم بودن دیگه، یعنی در چادرها بودن، در میدان جنگ نبودن که بشنون اونجا چی میگذره. یعنی مثلا خانم حضرت زینب در چادر بود و خب لشکرم سر صدا میکرد، اسبه ها و اینها. اون صدایی که ممسن احتمالاً به اون خستگی یا بقیه رفته باشن اونجا یک چیزایی گفته باشن، اینها چقدر درست به ما رسیده باشه در شک باید بکنیم. ولی خب یه داستانی، یک چیزی که آورده. اما در مورد خود کتاب خیلی با قلمی نوشته شده که خوب تراش نخورده. یعنی موقعی که روی قلم روی کاغذ میکشه، این گاهی این تلیشه رو چی بگیم، مثلا فارسی نمیدونم، این پرزه هایی که میمونه روی قلم و صاف نیست، این حرکت قلم رو ریشه دار میکنه، خیلی رشته‌ای میشه. با این حال میشه خوند. یعنی من فکر میکنم تو این مجموعه این 15-20 صفحه‌ای که ازش خوندم، حالا بگیم 10 صفحه‌ای که ازش خوندم، شاید مثلا 5 تا کلمه رو نتونستم بخونم که البته به علت اینکه میپریدم. اگر نمیپریدم صفحه ها رو همینجوری میخوندم قاعدتا ذهنم بیشتر آماده میشد، با مفهوم و سیاق کلام و جمله پیش میرفت و خب اون کلمه ها برای من خوندنش، حدس زدنش
حدس زدن، برای اینکه ذهن ما وقتی با مفاهیم اولیه در اوایل کتاب آشنا میشه دیگه بقیه کتاب رو حدس میزنه. ما کلمات رو که میخونیم کلمه بعدی رو ذهن ما خود به خود بر اثر اون تجربه‌ای که از خوندن کتاب‌های قبلی و خود این کتاب حاصل میشه میتونه حدس بزنه کلمه بعدی چی خواهد بود، در نتیجه توجهی به غلط نویسی اون نمیکنه. ولی وقتی نمیتونی بخونی یعنی که شما یه تصور ذهنی ازش نداری، از متن نداری. این به خاطر پریدن متن هستش. کتاب بسیار جالبی هست در زبان ترکی. ما در چه این ادبی هم کتاب تاریخی میتونیم فرض بکنیم، هم کتاب مذهبی میتونیم فرض بکنیم، جنبه مذهبی هم داره، ولی خب این بیشتر تاریخیه تا مذهبی. خب ما میتونیم امام حسین رو به عنوان یه شخصیت مذهبی بپذیریم یا نپذیریم، مهم نیست اون شخصیت ولی اون حادثه که اتفاق افتاده اون حادثه رنگ بوی مذهبی نداره. حالا اسمشو گذاشتن ادبیات نوحه. نوحه حالا بذار ببینیم نوحه خودش به عربی، چون کلمه عربی هست، به معنی فکر می‌کنم گریه و زاری و ناراحتی باشه، ولی خب بذار ببینیم نوحه، بذار ببینیم ما معنی نوحه فی اللغه العربیه. حالا من نوحه هم نوجه نوشتم که باید این رو نوحه بکنم تا درست از دست بیاد. نوحه اینجا معنی، خب ببینیم چی هستش. تعریف معنی و معنی نما فی نما نمیخواستیم، نوحه میخواستیم. من چرا اینو نما نوشتم؟ نوحه هستش. بذارید اینجا داخل درناخ بذارم که مشخص بشه ما دنبال چی هستیم. احتمالاً این اصلا عربی نداره نوحه، احتمالاً نوحه فقط یک کلمه مترادف تعزیه، رسا، سود، سرود، مسیحیت، سوگرامه، نوحه، نوحه، نهدارایی، اساسرایی، سرود، ماتم مترادف اینه. ولی خب این در چه لغتیه؟ ده خدا ببینید چی گفته. مرثیه، مرثیت، در ازای مرده گریستن و برشو. بله همینه، همین که عرض کردم، گریه و نوحه و اینها، جرزاری، مرده ستایی از عربی هستش. اینم از مصدر، خودش هم مصدر هستش. عربی نوحه یک کلمه، نه این مرثیه چیز هستش عربیه. نوحه چی هست؟ من اینجا این رو یه نون هم اینجا اضافه گذاشتم. نوحه در 5 لغت همه فارسی عربی. مد حزن، نوحه معنیش حزن، نوحه عربیشه. اینجوری گفته نوحه کلمتون اصلها الوحی الفعل اوحا اوحی فی صیغه المضارع منصوب لضمیر الجمع المتکلم نحن و هذا وحی از کلمه نوح. حالا اینجا خیلی قاطی شد، وحی هم از کلمه نوحه باشه، نوحه باشه دیگه خیلی چیز شد، برای من قاطی شد. اینو باید بدونیم، این تا نوحه بیشتر حالت وحی پیدا میکنه. حالا اینو من پیدا میکنم که چی هست، ببینیم چی هست. خب شکر الله تبارک و تعالی که امروز به من فرصت داد تا دوباره با یک کتاب ترکی شیرین، خواندنی، داستانی، تاریخی آشنا بشم. با یک کتاب دیگری، من تصوری که خودم از مرحوم شاعر بزرگمون فضولی داشتم این بود که ایشون شاعره، ولی الان میبینم ایشون تاریخ نویس، مترجم هم هست، نظریه پرداز همش، برای که نظرات خودشو در تفسیر اون کتاب داره، اون کتابی که داره ترجمه میکنه در تفسیر اون نظرات خودشو میگه و نظرات خیلی جالبی هم داره. من مایلم این رو بخونم و باهاش آشنا بشم.
تا روز دیگری که با یک کتاب ترکی دیگری آشنا بشم و یه شمعی در زندان ذهنی خودم و در زبان ترکی خودم روشن بکنم، تا این زبان من از اشغال دشمن آزاد نشه، عقل من آزاد نمیشه، و تا زمانی که عقل من از اشغال زبان و اشغال دشمن آزاد نشه، از اشغال وطنم از اشغال آزاد نمیشه، یه شمع روشن کردم. امیدوارم که اون روز بیفته، هم زبان من از اشغال آزاد بشه، هم مغز من از اشغال آزاد بشه و هم وطن من از اشغال آزاد بشه، و این جزءش از طریق آزادی زبان از اشغال میسر نیست. روزتون بخیر، موفق باشید.